متخصصان ساحه تندرستی اطلاع می‌دهند که تاثیرهای منفی تلفن‌های موبیلی پس شدن قابلیت کاری، زود خسته شدن، ضعیف شدن خاطره، کمخوابی، پریشان خاطری، بیماری سرطان مغز سر و ده‌ها بیماری‌های دیگر میباشد. استفاده بری تلفن‌های موبیلی در بین آدمان یک کار عادی به حساب رفته، حتی بین کودکان و زنان حامله‌دار نیز معاشرت توسط آن به نظر می‌رسد. طبق معلومات‌های آماری از استفاده برزیاد تلفن موبیلی، بیماری‌های سرطان حتی در بین کودکان و نورسان به قیدگیری زیاد شده ایستاده است. تلفن موبیلی اصول کاربری مثبت و منفی خود را دارد. البته استفاده بری تلفن‌های موبیلی ساعتی معین دارد و از معیار استفاده بری آن چنان طبیبان ذکر داشتند و تمام عضوهای نازک بدن زیانی جدی می‌رساند. شخصی که از تلفن موبیلی زیاد استفاده میبرد، در اون البته که عصبی شوی، حالتی بگیم که عصبی شوی در اون جای دارد علاقه. وقتی که تلفن موبیلی رو در مثال جیب خودش وقتی که نمیماند، در یک جا مثلا فراموش میکند، در مثال نگاه کنید که عادت شده که علاقه همی باید که از همین تلفن استفاده برد. وقتی که مثال دور و دراز استفاده برده میتواند که مثال ضرری جدی به ارگانیسم آورده رساند. آنهایی که منتظم از تلفن استفاده میکنند باید دانند که تلفن‌های موبیلی نه تنها باعث بدشوی بینایی چشم و آسیب دیدن عصب‌ها به خصوص موشک‌های بدن میگردد، بلکه خطر سر زدن سرطان معده سر و دیگر نوع ورم‌ها را نیز زیاد میکند. 100% استفاده بردن تلفن‌ها به مسئولیت بدن کودک به نهایت ضرر کلان دارد که هم با تاثیر روحی و جسمانی کودکان که کودکان بسیار عصبانی میشوند، فراموش خاطر میشوند، حتی با بیماری های سرطان گرفتار میشوند، بیشتر به سرطان های معده سر، با خیره شوی چشمان، با سوس فهمی، فراموش خاطری آورده میرسند. تأثیر دراز مدت به میدانهای رادیو بسامد می تواند باعث انکشاف ورم‌های اشده در سیستم مرکزی عصب گردد. فشار خون، فعالیت معده و اجرای وظیفه‌های معرفتی به سیستم دل نیز تأثیر منفی می رساند. طبع متخصصان ابراز می دارند تأثیر تلفن موبیلی در چشم نیز مشاهده می شود که زیاد استفاده بردن تلفن موبیلی به خیره شوی چشم و پسشوی بینایی آن آورده می رساند. تلفن موبیلی به سیستم دل و رگ‌های خونگر نیز ضرر جدی می رساند. از بس که تلفن موبیلی در حیات امروزه ما جای یک اشیای عادی و حتی حتمی برای کلانسالان و کودکان را گرفته است، عالمان چند دلیل را مقایسه کرده مسئله بی‌خطری آن را به میان گذاشتند. در بیشتر از تلفن موبیلی استفاده بردن ناممکن است و اکثریت آدمان تلفن را زیر بالش می‌گذارند که این می‌تواند به سیستم عصب زیان رساند. کارشناسان ساحه تندرستی مصلحت می‌دهند که هنگام خواب رفتن نباید تلفن موبیلی را با خود نزدیک گذاشت و باید 5 متر دورتر و خوبترش در اتاق علاهده نگاه داشته شود. برای آرام کردن کودکان خود به دست آنها تلفن بسیارتر میدهیم و در تلفن های به کودکان ما بیشتر میشینند. از خوردی برای خواب کردن هر خیل مولتیک های با کودکان که دور و دراز میمانند ضرر میرسانند. این هم باشد استفاده بردن شیر مادر ضرر تلفن رو کمتر میکنند. برای همین یکی از راه‌هایی هست که اقلا مادرای ما شیر مادر، شیر سینه به فرزندای خود میکنند. از رادیاسیون های ضرر آوری که ما با تلفن هم خود مادران جوان دور و دراز در تلفن در اینترنت ها میشینند، ضرر همین را اقلا با راه شیر مادر از بدن کودک خود دور میسازد. تأثیر رادیاسیون تلفن به زهرآلودشوی نیز برده میرساند، یعنی به دردسر، چرخزنی سر، خسته شوی، پس شدن فعالناکی خاطره و ذهن انسان را کاسته میگرداند. عالمان اثبات نمودند که هنگام از 10 تا 1 ساعت طریق تلفن صحبت کردن، ارگانیسم باید برای برقرار شوی تا 14 ساعت استراحت نماید.
تأثیر آواز و لرزش هنگام استفاده تلفن به تنگشوی رگ‌های گوش و سر و روی می آورد. سالهای آخر پریشان خاطری حتی در بین کودکان به مشاهده می رسد که یکی از این عامل‌ها را متخصصان ساحه طب در استفاده بر زیادی تلفن موبیل ارزیابی می نمایند. نگهداری ماهانه و سالانه هر یک تلفن موبیل متناسباً از 50 تا 600 سومانی را تشکیل می کند و حالا باشد این رقم به 100 مرتبه بالا رفته است. استفاده بر زیاد تلفن موبیلی به زنان حامله و طفل در بطن بوده‌اش زیان جدی می رساند. از روی مشاهده ها کودکانی که بیشتر از تلفن استفاده می نمایند به عصب خستگی مبتلا گشته حتی در انکشاف عقلی و ذهنیشان تأثیر جدی می رساند. چنانه ذکر گردید استفاده برندگان تلفن‌های موبیلی محض جوانان نباشند. متخصصان ساحه تندرستی ابراز می‌دارند استفاده از معیار زیاد تلفن به سلامتی ضررآور بوده، آن باعث دردسر و بغم‌های دست و پای‌ها، بیخوابی، عصبانی شوی، خیره شوی، نور چشم و ده‌ها بیماری‌های دیگر می‌گردد. از این رو باید پدر و مادران در استفاده تلفن که حتی کودکان خود را به تلفن تصور کرده نمیتوانند تدبیر جویی نموده و خوب میشد که به جای خریداری نمودن تلفن برای صیقل دادن دانش و شعورناکی بیشتر به کتاب رو آورند تا اینکه سالم باشند و در جامعه منفعت رساند.